در سال 1920 یه سوال مهم در تاریخ ادبیات جهان مطرح شد که چطور ممکنه یه بازیگر طبقه متوسط بدون سابقه تحصیلات آکادمیک دانشگاهی بتونه با چنین عمق و دانشی بی‌نظیر از ظرافت درباره سلطنتی تا فلسفه وجودی انسان بنویسه و آثار بی‌نظیری چون هملت و رومئو و جولیت رو خلق کنه. گمانه‌زنی‌ها در مورد این موضوع ذهن جی تی لونی نویسنده رو به سمت یکی از شخصیت‌های مطرح دربار اون زمان به نام ادوارد دور برد. او هم شاعر بود، هم به ایتالیا سفر داشت، هم در کمبریج درس خوانده بود و هم زندگی در دربار رو زیسته بود و شاید به دلایل سیاسی یا امنیتی نمی‌خواسته اسمش فاش بشه. در این حالی که ایده احتمال همکاری مشترک بین این دو هم وجود داره. اما بحث بین گروه طرفدار این عقیده و مخالفان هنوز در جریانه و حقیقت همچنان در حاله از ابهام قرار داره.